نادینه تیلکова زاده و استقامت کننده ناحیه دهنوی جمهوری ازبکستان به کسب دوزندگی مشغول می باشد. امروز فرزندان و همسایگان در پهلوی او از هنر دوزندگی نازکی های کسب می آموزند. میگوید که کسب آموخته‌اش برایش میراثی بوده، از مادر و بیبی کلانش آموخته تا امروز چندین شاگردان را به این کسب جلب نموده است. هنر دستان او در اتاق کاریش به نمایش گذاشته شده است که همه روزه سیاحان خارجی و داخلی آمده از آن دیدن میکنند. من این هنر را اصلا از مادر و بیبی هایم آموخته تا امروز دوام داده ایستادم. چه خیلی که میبینید ما یک خانه را به نمایش هنرهای مردمی تشکیل داده در اینجا کورته های ملی، قراق دوزی، مهربافی، زردوزی و تاقی دوزی خودمان دختر را گذاشته ایم. همه این هنرها را من میتوانم. نادینه تیلکова میگوید که در چندین چاره‌بینی‌های فرهنگی و نمایش‌های هنرهای مردمی ولایتی و شهری اشتراک نموده صاحب افتخارنامه و با نشان شهرت از طرف حکومت دولتی قدردانی گردیده است. باید گفت که دوزندگی قسم جدا نشونده زردوزی، ترکدوزی و کشیده دوزی به شمار می‌رود. ما در بسیار فستیوال‌های شهری و جمهوریوی اشتراک نموده ایم. چندین بارها جای‌های نمایان را اشغال کرده ایم. ما را رهبریت حاکمیت دولتی شهری و ولایتی خیلی خوب قدردانی کردند. همین را گویم که به این اتاق نمایش هنرهای مردمی که ما یک چند نمود هنرها را به معرض تماشا گذاشته ایم، مهمانان خارجی و داخلی بسیار می‌آیند. اصلا این اویله همه هنرمند میباشند. میگویند که در روزهای فرهنگ جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده هنر و استعداد خویش را پیشکش مردم تاجیک نمودند. واقعا هم دستان زن مادری تاجیک و ازبک پر از هنر میباشد. نادینه تیلکова نیت دارد این هنر میراثی خود را به دیگران نیز آموزاند و محصول دستان خود را همیشه در نمایش‌های هنرهای مردمی پیشکش ساکنان و سیاحان خارجی گرداند. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزایف صاحب نور عبدالرسولов از ناحیه دهنوی جمهوری ازبکستان برای برنامه اطلاعاتی نوید.